خب این الگوی منه. من الگو رو روی نمد سفید، ولی شما حتما روی نمد سبز الگو رو بکشید. بعد با بلرسان سبز خیلی روشن خطوط الگو رو دورگیری کردم و بعد از سمت داخل با نگین متری سبز رنگ که پایه طلایی داره دور تا دور رو باز دورگیری کردم. نگین‌های شیشه‌ای توی ابعاد و شکل‌های مختلف، پایین سبز تیره و هر چقدر که به بالا رفته ببینید اینها سبز روشن و چند تا دونه هم زرد اینجا گذاشتم. طریقه چسبوندن نگین شیشه‌ای هم که خیلی راحته، بارها توضیح دادم. یه مقدار چسب، معمولاً هم بدون پایه هستن اینها. اینو تصمیم داشتم اینجا بذارم. این نگین شیشه‌ای ها رو به این صورت بچسبونید روی نمد و اجازه بدید کاملا خشک بشه. اگر پایه داره دوختش کنید، بدون پایه است با چسب بزنید، هیچ فرقی هم نمیکنه از نگین پایه دار استفاده کنید یا بدون پایه. این قسمت های پایینی رو طبق همون نگین هایی که دوخت کردیم سبز تیره دوخت میکنیم. کریستال های شماره 4 و 2 برای اون جاهایی که خیلی فضای کمی داره و کریستال توش قرار نمیگیره، برای اون جاها. باز اگر دیدید کریستال برای این قسمت ها خیلی درشته، از ملیله رنگ تیره هم میتونید استفاده کنید. مثلا اینجا من از ملیله سبز تیره استفاده کنم، چند تا دونه. به این صورت فضا رو پر میکنید. به اندازه چند تا دونه که من دوخت کنم شما کاملا متوجه میشید. به این صورت اینجا فضاهای خیلی کوچیکیه، یا باید یا حتی منجوق خیلی تیره که به رنگ نگین‌های شیشه‌ای هماهنگی داشته باشه، شما میتونید این فضاها رو پر کنید. سبزهای تیرم رو دوخت کردم. یه تعداد کمی از اون سبزهای تیره وارد این فضای روشن‌تر شد. نحوه فید کردن رنگ ها رو براتون چندین بار توضیح دادم. گفتم همیشه وقتی میخواید رنگ رو از تیره به روشن دوخت کنید، جوری دوخت کنید که مرز به وجود نیاد. الان من باید رنگ کریستال هامو عوض کنم و از سبزهای روشنتری استفاده کنم. این 1-2 درجه روشنتر از اون هست و آروم آروم باید وارد مرز بعدی بشم. الان کریستال هایی که بالای دست من هست روی ظرف هست، ببینید چند تا رنگ تیره و روشن. اینها رو هر کدوم باید در جای خودش دوخت کنم. الان از این رنگ ها دارم استفاده میکنم، رنگ های کمی روشن‌تر از رنگ قبلی. من رنگ ها رو به همین صورت دارم ادامه میدم، از تیره به روشن.
وقتی که نمدی که دارید روی اون دوخت میکنید متناسب با رنگتون نباشه، ناچارا باید یه حجم بیشتری کریستال حالا یا اون متریالی که دارید دوخت میکنید باید استفاده کنید. من فقط به این دلیل که توی دوربین واضحا مشخص باشه روند کار این کارو میکنم. نمدی غیر از رنگ اصلی، یعنی زمینم با اون رنگ متریال هام کاملا متضاده. شما هیچ وقت این کار رو نکنید. گاهی اوقات توی یه کار احتمال داره از چند رنگ متفاوت استفاده بشه. اونو باید چی کار کنید؟ مثلا مثل اون برگ آبی رنگه بود که یک سمت وسطش آبی بود و اطراف رنگش نقره‌ای میشد. رنگ هایی هست به اسم ماژیک پارچه که نمد رو باهاش رنگ میکنن. اون سطوحی رو که قراره مثلا رنگ آبی زده بشه روی نمد سفید، اون قسمتی که قرار آبی بشه آبی میکنن، اون قسمتی هم که حالا هر رنگ دیگه ای هست قسمت بندی میکنن، مرز بندی میکنن و با ماژیک رنگ میکنن. توی جلسات آینده حتما براتون اینها رو میارم توضیح میدم، عملی کار میکنیم که شما ببینید و کارتون حرفه‌ای تر بشه. من سبزهای تیره روشن‌تر و هر چقدر که نزدیک به این قسمت زرد ها میشیم باید رنگ متریال ها روشن‌تر بشه و الان من دارم همین کار رو انجام میدم. قسمت سبزها تقریبا تمام شد. الان وارد فضای قسمت بالایی شدیم و من دیگه همه باید از متریال های زرد استفاده کنم، زردهای روشن. تمام جاهای خالی رو، البته یه مقدار نگین شیشه یا زرد خیلی تیره یه خورده رنگ ها دور از همن ولی ایرادی نداره. نگین شیشه ای رو نمیتونید خیلی راحت اون طیف رنگی که میخواید پیدا کنید، محدودیت رنگ داره، ولی توی کریستال به این شکل نیست. این قسمت رو هم من پر کنم. کل این سطح رو من پر کردم، تمام شد و حالا بریم سراغ دوخت برگ ها. این برگ منه. الگو رو روی نمد کشیدم. برگ چون کل سطح کار پوشیده میشه با پولک دیگه حالا زیاد فرقی نمیکنه که حتما رنگ نمدتون چه رنگی باشه. حالا خب هماهنگ اگر باشه با رنگ سیبه خب خیلی بهتره. این برگ من بود، 2 دونه ازش میخوایم روی نمد با خودکار انتقال دادم. دور تا دورشو با همون بلرسانی که اطراف سیب رو دورگیری کردیم، سبز روشن، دور تا دور این برگ رو هم دورگیری کردیم و برگ دیگه نیازی به نگین متری نداره چون کل این سطح پوشیده میشه. این اطراف باید پوشیده بشه. از بالا شروع میکنیم به دوخت کردن و شما اگر دقت کنید رنگو ببینید من چجوری الان توی این 1 2 3 4 5 6 7 تا رنگ از روشن به تیره من دوخت کردم که اصلاً قابل تشخیص نیست. انقدر نرم و لطیف و آروم این رنگ از روشنی تقریباً فسفوری، سبز فسفوری شروع شده، سبز یا زرد شروع شده و آروم آروم هر چقدر که پایین اومده رنگ تیره و تیره تر شده. نحوه دوخت هم به این شکل هست. پولک ها رو میخوام یه مقدار متراکم دوخت کنید، یعنی اینجوری یکی یکی روی هم بندازید. ببینید
این پولک دوم بود. از کنار بلرسان بیرون آوردم، پولک اولو سر سوزن انداختم. ببینید میخوام پولک ها اینجوری باشه. الان دونه دوم، دونه بعدی رو، پولک رو که سر سوزن میندازیم، سوزن رو دوباره از توی همون سوراخ پولک که سر سوزن انداختیم رد میکنیم و کنار بلرسان اینجا سوزن رو توی نمد میزنیم. نخ باید حلقه بشه. سوزن رو از بین این حلقه بیرون بیارید. نخ رو به سمت بالا بکشید که این پولک بره روی پولک قبلی کامل بخوابه و پولک بعدی. هر 2 یا 3 دونه پولکی که من دوخت کردم رنگ و تغییر دادم. الان این دیگه کافیه. باید برم رنگ بعدی. شما هر وقت که تونستید با همین ظرافت رنگ رو بشناسید و ترکیب کنید، اون وقته که واقعا بهتون تبریک میگم. توی شناخت رنگ استاد شدید. الان ببینید من 1 درجه بر رنگ پولکمو رنگشو تغییر بدم. توی دوربین یه مقدار خیلی کمی مشخص هست. الان اگر این پولک‌ها قاطی هم بشن دیگه به راحتی نمیتونم جداشون کنم. پولک بعدی هم باز 3 تا 4 دونه. دوست دارم این یکی برگه یه مقدار این تیرگی هاش بیشتر باشه. رنگ روشنا رو کمتر میکنم، تیرگی ها رو بیشتر میکنم. این رو به همین ترتیب دوخت کنید بیاید تا این پایین. اجازه بدید من مرحله به مرحله براتون توضیح میدم. الان 2 رنگ پولک اینجا دوخت کردم. میخوام برم رنگ سوم رو دوخت کنم. ببینید چقدر فاصله رنگ ها کمه. این رنگ سومه. رنگ سومی رو هم دوخت میکنم و بعد هر کدومم 2 دونه 3 دونه. میگم دوست دارم تیرگی این برگ، این قسمت بالای برگ، این قسمت پایین برگ، جاییه که ساقه میخوره. دوست دارم این تیرگیه بیشتر باشه توی یکی از برگ ها. این هم پولک سوم، یعنی سومین رنگ. 3 دونه هم بیشتر ازش دوخت نمی کنم. و پولک بعدی این یکی. این همه یک اندازه هستن ها. گفتیم اگر خواستید طیف رنگیتون رو درست کنید، دیدید پولک ها همه تختن. حالا یه طیف رنگی هست که یکیشون پولک کاسه‌ای گیرتون اومد، ایرادی نداره. الان من تو همینم دوخت کردم بهتون نشون میدم. ولی اندازه ها حتما باید یکی باشه. نمیتونید ریز و درشت استفاده کنید. این پولک 4م، یعنی 4مین رنگ. این الان پولک 4مه. 2-3 دونه هم از این 5مین رنگه. 3 دونه از قبلی دوخت کردم. قبلی این بود. این رنگ 5مه. باز دوباره چند تا دونه، 3 تا 4 دونه، 3 دونه بیشتر دوخت نمی کنم. 3 دونه هم از این دوخت کنم و بعد میریم رنگ 6مش رو بهتون نشون بدم. ببینیم چه رنگیه رنگ 6م. رنگ 6م از پولک کاسه‌ای استفاده کردم. چرا؟ چون به طیف رنگی من هماهنگی داشت. 1 درجه تیره تر از رنگ قبلی میخواستم. این رنگ قبلیه که این پولک کاسه‌ای ها رو پیدا کردم. و پولک ها رو جوری بندازید که طرف کاسه‌ایش به پشت بیفته. اون پشت کاسه‌ایشه. این
ببینید این سطح پشتی کاره. 3 تا دونه هم از این پولک کاسته‌ای‌ها دوخت میکنم که هماهنگ هست با رنگ قبلی، یعنی 1 درجه تیره تر میشه. میگم توی دوربین کامل مشخص نیست، نورها کم و زیاد میشه، سایه میندازه و همین دلیل شما نمیتونید کامل متوجه بشید، ولی به صورت کلی که نگاه میکنید متوجه این طیف تیره روشنی میشید. حالا این هم پولک 6م. پولک 7م، این رنگ 7م. یه خورده فاصله رنگ از این زیاد شد ولی به هم میخورد، یعنی هماهنگی داشتن با هم. این پولک 7م، چند تا دونم از این و در نهایت رنگ آخر رو دوخت میکنم. گفتم میخوام تیرگیاش بیشتر باشه، الان دیگه از اینجا وارد رنگای تیره شدیم که یک رنگ تیره دیگه بعد از این باید دوخت بشه. این یکی رو مثلا 5-6 تا دونه دوخت میکنم چون که میخواستم تیرگی‌ها بیشتر بشه و اینجا فضای بیشتری داریم هنوز تا آخر برسه. این ردیف رو کامل دوخت کردم تا آخر. حالا دوباره برمیگردیم به سمت بالا و طرف روبرو. دقیقاً هر کاری که این سمت انجام دادیم این سمت هم به همون روش پیاده میکنید تا بیاد برسید آخر. مثلا اگر از این پولک شماره اولی 2 تا دونه این بالا دوخت کردید، باز هم همون 2 تا دونه رو دوخت میکنید. تعداد رنگ ها رو رعایت کنید. هر تعداد از هر رنگی که طرف مقابل دوخت کردید، این طرف هم طرف روبروش هم باید باز به همون شیوه دوخت کنید تا به انتها برسه. این قسمت روبرو هم دوخت کردم تا آخر. ببینید طیف رنگی رو کامل رعایت کردم. حالا نیاز به 4 ردیف داریم، یعنی 2 ردیف که دوخت کردیم طرفین، باز باید برگردیم به سمت داخل، یعنی از این بالا باز 1 ردیف کامل دوخت کنیم به همون ترتیب رنگی دوخت کنیم تا این پایین و 1 ردیف هم از این سمت. برگ روبرو رو ببینید مشخصه، این ردیف های اول و 1 ردیف هم داخل دوخت کردم. یه فضای کمی این وسط باقی میمونه که اون فضا رو باید کریستال دوزی کنیم. من این ردیف رو هم که کامل شده شو بهتون نشون میدم. روش کار هم که بارها دوخت کردیم دیگه کاملا متوجهید، هیچ فرقی نمیکنه دوخت ها، چه توی برگ چه توی پرنده ها، همه به یک سبکه. یه جوری دوخت کنید که پولک هاتون بیفته روی پولک های بغلی. به این صورت دوخت کنید تا پایین. این ردیف رو کامل پولک دوزی کردم تا پایین. حالا طرف روبرو 1 ردیف هم باید از روبرو، یعنی 2 ردیف سمت چپ، 2 ردیف سمت راست و باز هم به همون شیوه رعایت رنگ و پولک ها روی پولک های بغلی باید بخوابه. پولک های ردیف دوم باز هم پولک دوزی کنید تا این انتها. ردیف روبرو هم دوخت شد. الان دیگه کامل شده و فضای خالی که این بین هست رو باید با کریستال پر کنید. کریستال ها دقیقاً همون کریستال هایی که برای دوخت سیب به کار بردید، از همون کریستال های ریز و درشت تیره و روشن سبز رنگ استفاده میکنید. این قسمت های پایین که رنگ های تیره ای دارن، از تیره ترین کریستال ها استفاده کنید و به ترتیب همجوری که بالا میره رنگ روشن و روشن‌تر میشه، شما هم رنگ کریستال هاتون رو روشن کنید. ترتیب خاصی دیگه ای نداره، همینجوری به صورت نامرتب داخل هم
دوخت کنید. الان این پایینا همه باید رنگای تیره بخوره و هر چقدر که به بالا نزدیکتر میشه من رنگ کریستال هامو تغییر میدم. من تمام کارو از توی نمد در آوردم، دوراشو کامل چیدم، هویه نکردم چون نیازی ندیدم. ببینید این یکی از برگ ها رو کامل آماده کردم. شما توی این قسمت نیاز دارید به سیم هایی که با نخ قهوه‌ای چرخ، نخ مخصوص خیاطی، نمیخواد با نخ ابریشم این کارو نکنید، حتما نخ خیاطی باشه. سیم ها رو دورگیری کردم. سیم شماره 7 اگر باشه خب چه بهتر. من چون شماره 7 تو دسترسم نبود 2 لایه سیم شماره 5 رو روی هم گذاشتم، دورگیری کردم. اینم بد نیست. سیم رو به این صورت، این یکی رو من کاملا آماده کردم. سیم رو به این صورت 2 تا برای ساقه و یکی هم برای 2 تا برای برگا، یه دونم برای اون اصلیه که قرار این برگ ها سر این نصب بشه. یه چند تا دونه کوک بهش بزنید. اگر کوک بزنید بهتره تا اینکه با چسب بچسبونید. از نخ سبز استفاده کنید حتما که دارید کوک میزنید. اون سمت اگر یه وقت کوکتون اومد روی منجوب ها یا روی کریستال ها مشخص نباشه. چند تا دونه کوک بزنید که این سیم پشت کار محکم بشه. اینو دوخت کردم. حالا آستر رو که با چرم مصنوعی سفید رنگ در آوردم پشت این میچسبونم با چسب E8000. از این چسب های مایع استفاده کنید لطفاً. از چسب حرارتی استفاده نکنید که پشت کار زمخت نشه. چسب بزنید، آستر رو بچسبونید و اجازه بدید که کاملا خشک بشه. به این صورت اجازه بدید این کامل خشک بشه، خودشو بگیره. این محکم شد، کامل چسبید. حالا شروع کنید به دورگیری کردن به وسیله چسب و پولک های خیلی ریز سبز رنگ که الان توی تصویر میبینید. به این صورت که قبلا چندین بار تکرار کردیم اینو. گفتیم چسب بزنید 2 سانت 2 سانت 3 سانت 3 سانت یه مسیر کوتاهی رو چسب بزنید و شروع کنید به چسبوندن پولک ها روی لبه کار. به این صورت به وسیله پنس این رو به این صورت ادامه بدید هر دو طرف که مثل این، ببینید مثل اطراف این برگ در بیاد. برگمون رو باید پولک بزنیم و حاشیه سیب رو باید نگین متری بزنیم. این 2 تا برگه حاضر شد. هر دو طرفش رو دورگیری کردم. حالا بریم سراغ چسبوندن سر ساقه اصلی.
کمی با فاصله اینجا خوبه. میخوام یه مقدار این ساقه خودشو نشون بده. یکی یکی روی این ساقه اصلی محکمشون میکنید، کمی با فاصله از هم. فاصله هاشون نباید زیاد باشه. نخو چندین دور بپیچید. یه مقدار که پایین تر اومدی، برگ بعدی یکم هنوز بیاد پایین تر بد نیست. نخها همرنگ هم باشن و نه اینکه از یه نخ دیگه استفاده کنید. ببینید یه مقدار اینو میارم پایین تر. اینجا الان خوبه جاش. و دومی رو به همین صورت میپیچم کامل تا پایین. این باید کامل انقدر نخ دور این بپیچید که این ردا از بین بره. ببینید نباید مشخص باشه که 3 لایه سیم روی هم گذاشتید. این نخو حسابی بپیچید دور سیم. من الان نخو پیچیدم کامل. حالا این اضافه هایی که مربوط به برگ هست، این سیم های اضافه رو بچینید. دیگه نیازی بهشون نداریم. مراقب باشید اون ساقه اصلی چیده نشه. من چون 2 لایه سیم هم گذاشتم براشون، خیلی ضخیم شده. اینا رو دیگه نیاز نداریم. حالا این رو پشت این سیب کوک میزنید. اضافهش هم بچینید. باز هم ببینید اینقدرش اضافه است. اینو کوک بزنم من محکمش کنم اینجا پشت سیب. من این رو پشتش دوخت کردم، محکمش کردم. یه آستر براش در بردم برای پشت سیب، همون آستری که پشت برگ ها چسبوندم. چرم مصنوعی سفید هست. سوزن سنجاق سینه رو دوخت کنید اول. من میخوام سوزن رو اینجا دوخت کنم. این قسمت بالایی هست، قسمت بالای سیب هست. اینو دوختش کنم. چند تا کوک بهش بزنید، جاشو محکم کنید. حتی میتونید قبل از کوک زدن یه ذره چسب زیر این بزنید اول. اجازه بدید که بچسبه، بعد شروع کنید به کوک زدن. سوزنشو دوختم. حالا تمام سر تا سر این پشت و چسب میریزم و آستر رو میچسبونید. سعی کنید رو نخاتون چسب بزنید که اگر از اون بر کشیده شد یا پاره شد تمام دونه هاتون نریزه. اینجاها رو همه چسب بزنید. آستر رو بچسبونید و چکش کنید که حتما سر جای خودش قرار بگیره، از اطراف بیرون زدگی نداشته باشه. مخصوصا این بالا حسابی بچسبه. پشتش کامل چسبید. دیگه مرحله آخره، نیاز به دورگیری داره. شما میتونید برای دورگیری هم از نگین متری استفاده کنید، هم مثل دورگیری اطراف برگ از پولک استفاده کنید. نگین متری هم اگر خواستید استفاده کنید باز هم باید چسب بزنید
ولی اگر کوک بخوره بهتره. کوکی که از یک سمت بیرون بیاد، روی این فاصله ها نخ بیفته، فاصله های نگین ها، و اون سمت کنار بلرسان توی نمد بره. نگین متری هم میشه استفاده کرد. من به این دلیل که احساس میکنم بیش از حد دیگه سنگین میشه، نظرم عوض شد و دوباره میخوام اطرافشو پولک بزنم. اگر خواستید به عنوان گل سینه ازش استفاده نکنید و بخواید روی مثلا یک کیف کلاج بچسبونید، حالا یا کیف دهان فلزی یا هر کیف دیگه ای، با نگین متری هم میتونید. اون وقت سنگین بشه دیگه ایرادی نداره. ببینید این برگ ها به خاطر که سیم توش هست خیلی راحت خم میشه. به هر جهتی که خواستید میتونید این رو خم کنید و کمی بهشون فرم بدید، حالا یا به سمت بالا یا به سمت روی خود سیب، به سمت طرفین، هر جوری که سلیقتون هست. کار من تمام شد. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.